آرامش بخشتر از صدای پشه‌ای نیست که نمیتونه از توری عبور کنه. باید شنیده باشید که بعضیا میگن خون من شیرینه و پشه‌ها مدام نیشم میزنن. در حالی که کسایی که نزدیکش هستن رو پشه‌ها کاری ندارن. اما به نظرتون این یه توهمه؟ اگه نه پس چه اتفاقی میفته؟ باید چیکار کنیم؟ خب اول نگاهی به رفتار و تغذیه پشه‌های نر و ماده بندازیم که با هم متفاوتن. پشه‌های نر از شهدها تغذیه میکنن. پشه‌های ماده با اینکه میتونن از شهدها تغذیه کنن اما به طور کلی دنبال خونن و از خون برای تامین پروتئین مورد نیاز تخم‌گذاریشون استفاده میکنن. گونه‌های مختلف پشه‌ها برای تغذیه از حیوانات مختلف تکامل پیدا کردن. مثلا بعضی از گونه‌های پشه از پستانداران خونگرم تغذیه میکنن، در حالی که بعضی دیگه از پرندگان یا دوزیستان تغذیه میکنن. احتمالاً تو طول هزاران سال گذشته چندین گروه پشه به طور جداگانه از انسان برای تغذیه و تولید مثل استفاده کردند. این احتمالاً به خاطر افزایش جمعیت انسان و در دسترس بودن خون انسان برای تغذیه است. و با دائمی تر شدن سکونتگاه‌های انسان، این سکونتگاه‌ها منابع زیادی برای پشه‌ها فراهم کردند. که حتی در خشکسالی‌های شدید با آب‌های راکد زیادی که انسان‌ها فراهم می‌کردن، پشه‌ها میتونستن تولید مثلشون رو ادامه بدن. پشه‌های ماده شاخک‌هایی دارن که توی زائده‌های مویی مانندشون پوشیده شدن. این زائده‌های مویی مانند گیرنده‌های حس بویایی و نورونن که این گیرنده‌ها به پشه‌ها کمک می‌کنن تا میزبانای خودشون رو پیدا کنن. پشه‌ها خیلی ماهرن و قسمت‌هایی از بدن ما رو هدف قرار میدن که کمتر متوجهشون هستیم، مثل پشت زانوها، پشت گردن، روی زانو، روی آرنج. و چون ما کمتر متوجه این قسمت‌ها هستیم، این بهشون اجازه میده بدون اینکه متوجه شیم از ما خون بگیرن. علاوه بر این پشه‌ها نسبت به علائم بصری و تغییرات جریان هوا حساسن. پس اونا میتونن حرکات ما رو ببینن و تغییرات جریان هوا رو که توسط حرکات ما ایجاد میشه احساس کنن. پس وقتی که ما سعی میکنیم از خودمون دفاع کنیم، اونا سریعاً میتونن فرار کنن و حتی یاد میگیرن که به طور کلی از افرادی که خیلی دفاعی هستن دوری کنن. اما قبل از اینکه این برخوردهای نزدیک اتفاق بیفته، عوامل مختلفی پشه‌ها رو به حضور انسان آگاه میکنن. پشه‌های ماده میتونن دی اکسید کربنی رو که انسان‌ها دائما بازدم میکنن رو از فاصله حدود 10 متری تشخیص بدن. به جز دریافت سیگنال CO2، پشه‌ها به ویژه به اشیاء تاریک و با کانترست بالا و رنگ‌های موجود توی پوست انسان علاقه‌مندن. مثلا شخصی که توی محیط روشنه به دلیل کانترست بالای رنگ پوستش با محیط اطراف برای پشه‌ها بیشتر قابل توجهه. همینطور یه شخص که لباس تیره پوشیده به دلیل تیرگی لباسش نسبت به محیط اطراف برای پشه‌ها بیشتر قابل توجهه. وقتی که پشه‌ها دی اکسید کربن رو تا منبعش دنبال میکنن، در نهایت گرما و بوهای بدن رو حس میکنن. این بوها توسط میکروارگانیسم‌های زیادی که روی پوست ما زندگی میکنن ایجاد میشه. این میکروارگانیسم‌ها ترشحات تولید شده توسط بدن ماست، مثلا عرق و سبوم رو تجزیه میکنن. تو این کار میکروب‌های پوست ما ترکیبات آلی کوچیکتری ایجاد میکنن که میتونن تبخیر بشن و باعث ایجاد بو بشه. پشه‌های خونگی نسبت به این بوها خیلی حساسن. طریق بیش از حد میتونه فرد رو برای پشه‌ها جذاب‌تر کنه، همونطور که مصرف الکل یا بارداری میتونن، چون هر دوشون باعث افزایش دمای بدن و تعریق میشن. آلودگی به انگل پلاسمودیوم که موجب مالاریا میشه، باعث میشه که انسان‌ها ترکیب آلدهیدی با بوی میوه تولید کنن. این ترکیبات برای پشه‌ها جذابه و همین جذابیت برای انگل پلاسمودیوم مفیده، چون این انگل برای تولید مثل به انسان و پشه نیاز داره. این انگل از طریق گزش پشه به انسان منتقل میشه. بعدش انگل توی بدن انسان تکثیر میشه و توی خون انسان پخش میشه. و وقتی که پشه دیگه انسان رو نیش میزنه، انگل از بدن انسان به پشه منتقل میشه و این چرخه ادامه پیدا میکنه. اما علاوه بر این عوامل موقت، گفته میشه که حدود 20% از مردم به طور طبیعی برای پشه‌ها جذابن. اگر یکی از اونا هستید، احتمالاً خیلی خوب میدونید چقدر کلافه کننده است. به نظر دلیلش به بعضی از ویژگی‌های خاص پوست مربوط میشه. چون هر کس جوامع میکروبی متفاوتی رو روی پوستش میزبانی میکنه که بوهای بدنش رو نسبت به افراد دیگه متمایز میکنه.
محققا متوجه شدن که گیرنده‌های بوی پشه‌ها که برای تشخیص ترکیبات اسیدی استفاده میشن نقش مهمی توی جذبشون به انسان‌ها داره و در واقع افرادی که اسیدهای پوستی بیشتری دارن برای پشه‌ها جذاب‌تر. از اونجایی که این ویژگی بسیار موندگاره ممکنه ژن‌ها توی تعیین جذابیت برای پشه‌ها نقش داشته باشن. ژن‌ها میتونن روی ترکیب میکروبی پوست تأثیر بذارن. دانشمندان مشاهده کردن بین دو قلوهای همسان هر دوشون به یه اندازه برای پشه‌ها جذابن. در حالی که دو قلوهای ناهمسان ژن‌های متفاوتی دارن، پشه‌ها به طور متغیرتری دو قلوهای ناهمسان براشون جذابن. این نشون میده که ژن‌ها ممکنه نقش مهمی توی تعیین جذابیت برای پشه‌ها داشته باشه. دونستن این که بعضی افراد به طور طبیعی برای پشه‌ها جذاب‌ترن میتونه برای افراد ناخوشایند باشه. اما میتونه پیامدهای مثبتی هم داشته باشه. این دانش میتونه به توسعه روش‌های جدید برای محافظت از افراد در برابر گزش پشه کمک کنه. هر سال صدها هزار نفر بر اثر بیماری منتقل توسط پشه جونشون رو از دست میدن. این بیماری‌ها به ویژه توی مناطق فقیرنشین و توسعه نیافته جهان شایع است، جایی که منابع برای پیشگیری و درمانش اغلب در دسترس نیستن. این دانش میتونه به توسعه راه‌حل‌های جدید برای مقابله با این بیماری‌ها کمک کنه. مثلا دانشمندان میتونن از این دانش برای توسعه دافع حشرات استفاده کنن. و دونستن این که بعضی از افراد جذابیت خاصی برای پشه‌ها دارن میتونه تلاش برای رسوندن منابع مختلف مثل تورهای خواب، واکسن‌ها، آزمایش و درمان بهشون کمک کنه. در نهایت این دانش میتونه با شکستن چرخ انتقال بیماری‌ها توی نجات جون افراد بیشماری کارساز باشه. اگه از این ویدیو خوشت اومد پس مطمئناً ویدیوهای دیگه کانال زومر میس رو هم دوست داری. پس سابسکرایب کانالم رو یادتون نره.